سلام دوستان، خسته نباشید. دیوارچینی امروزمون که آقای رمضانی داره زحمتش میکشه. استاد رمضانی. آقای رمضانی اونجا رو لباشو بشکن بذار، برعکس بذار، لباش باید شکسته بشه. ببین، بده من اینجاش باید شکسته بشه با تیشه. اینجا رو بشکن که ملود به داخل به اون دیوار قفل وصل بشه. با تیشه برعکس کن. نه اینجایی نه آقای رمضانی، همونجا که میشکندی. نه سوراخاش به طرف بالا باشه. بذار پایین قشنگ سوراخا به طرف پایین، سوراخ به طرف پایین. یواش این لبا رو بگیر تا پایین بگیر. خود همه رو نگی عزیز. بده من بار کنار. آجو بده من. آجو داشته باش مکان داشته باش. خب ملاد میره داخل این با دیوار قفل وصل بشه. آره خب بعدا شمشم میزنیم. خب وایسا اینو بگیر که اینو بچسبه به نزدیکتر بیاد. خب اینجوری بهتره. خب ببین از این ور شروع کن داره بند میشه. از این ور شروع کن. خب بذار همینجوری میذاری شمشم بزن. این جوشکارم یه تنه ستون میلیفیل جوش نداد تا اونم یه ذره بکشین طرفتر. خب اونجا نه دست نزد دیگه، اون دست نزد. باید شمشده بزن. باش نه اونجا نیستش اینجا. خب اینجاست. بازم باید داخل تر بره. بسا یواش. خب خوبه.